سلام برعکس به چنل کینگ خوش آمدید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. اومدیم با پک اوپنینگ دیگر از پوتو این هفته. همچنان مشاهده میکنید چه پوتوی واقعا نسبتا خوبه، ولی به درد ما میخوره بازیکناش. جمال موسیالا، ممرداشویلی، کوارانس خیلیا و بازیکنای دیگه هم. تالیسکا حتی من ندارم، تا حالا تالیسکا نگرفتم. اینجا به دردمون میخوره، توی اکان ندارمش تالیسکا رو. بریم که ازم همینجا میخوام فقط کوین براش نمیزنم، چون اصلا ارزش نداره. کوین دارم ولی ارزش زدن نداره. خب میخوام 100 تا همینجوری شانسی برای این پکه بزنم، ببینم که چی در میارم. خب بریم سراغ این پک. 1 کنسل، 2 کنسل، 3 کنسل رو میزنم. امیده که این چیز خوب بده. واقعا با شانس رایگان خدا یه چیز خوب بدی حلاله. خب اینجا فشفشش زد، ولی من هیچ وقت اعتقاد به این فشفش زدن ندارم. ببینیم که چه خواهد داد. و بله، مثل همیشه ریدم. شانس گند ماست که هم هر هفته هیچی نمیده. خب میخوام 100 تا برای این باکسه بزنم. ارزش داره واقعا، بازیکن خوبی داره. بازیکن 2024 برای توپ طلا. بازیکن فکر کنم برای توپ طلا این بازیکن‌ها بودن کنم برای توپ طلا، که مثلا هایلایتاش هم میبینید. هایلایت زیاد داره واقعا. هایلایتاش هم من خوباشو نه، مثلا روبن دیاز 101 میشه اگه اشتباه نکنم. هریکین 101 گل بده مثلا 100 میشه. یه 100 تایی میخوام بزنم بدون، میخوام یکم باگ بزنم. یه باگ همینجوری میزنیم میایم بیرون. یکی دیگه بیلینگام واقعا اصلا سه تا بازیکنش محشره، حرف نداره. سه تا بازیکنش وینیسیوس جونیور که واقعا حق وینیسیوس بود دادن به رودری. واقعا هیچ کار نکرد رودری، فقط تو اسپانیا خوب بود. توی تیم اصلا فردی اصلا خوب نبودش. واقعا حق وینیسیوس بود. این روبن دیازش هم خوبه، بازیکن خوبیه. میزنیم باگ میزنیم شاید داد. یه دونه هم از اینجا بزنیم، از اینجا سریع فقط بزنیم که بریم. واقعا اگه با این 100 تا بده شاهکاره ها، شاهکار. تا حالا من با 100 تا کوین اصلا یه دونه بازیکن خوب نگرفتم، حتی هایلایت هم نگرفتم تو این اکانت. با شانس رایگان هم حتی هایلایت نگرفتم تو این پک ها. میریم سراغ پک. به امام رضا 8 تا میزنم. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 رو میزنم. واقعا اگه یه بار شانس بهمون رو کنه که نه، هایلایت هم فکر نکنم هایلایت هم باشه. شاید آقا واقعا شد که به ما یه چیز بده. نه، هیچ چیز نداد. خب این هم از این پاک زدیم و هیچی نداد. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این پک اوپنینگ و لذت برده باشید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.